مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. چند سال پیش من یه موضوع رو برای اولین بار توی رسانه خودم مطرح کردم و راجبش افشاگری کردم و موشکافی کردم، از ابعاد مختلف این قضیه رو بررسی کردم. اونم پدیده بلاگری که داخل ایران شروع کرده بود رشد کردن و حالا بعد از چندین سال شما اگر نگاه بکنید از هر 10 ایرانی 11 نفر دارن توی ایران بلاگری میکنن و جالبه که هم دارن زندگی‌های لاکچری و لوکس و شیکشون رو نشون میدن و وقتی که این دکور رو شما در فضای مجازی میبینید، مسئولینی که تصمیم گیرنده هستن، مسئولینی که تو اون مملکت قراره که برای مردم تصمیم گیری بکنن، وقتی که زندگی این افراد بلاگر و حتی مردم عادی که یه عده‌شون فقط بلدن شعاف بکنن و خوشگلی ها و زیبایی ها که بعضن فیک هستش و در زندگی بلاگرها بالای 99% فیک هستش، وقتی این زندگی رو میبینن میگن اوف، ما چه مدیریتی داریم میکنیم، ما چه مملکت داریم میکنیم، ما همه در حال بنز و بی ام سوار شدن، همه در حال پارتی، همه در حال اشغال. اصلا کسی از بدبختی تو فضای مجازی چیزی رو شیر نمیکنه، همه با کلاسن، همه لباس مارک میپوشن، همه توی پارتی ها هن، همه با در و دافن، همه در حال ساخت کلیپای طنزن، ساخت کلیپای دوربین مخفی دارن انجام میدن. بلاگرام که هر روز دور هم دیگه ان زندگی عارفانه و عاشقانه دارن لاو میدن و لاو میترکونن و چه مملکت داری ما داریم میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بلاگرها زندگی فیکشون رو نشون میدن و مردم هم همین بلاگرها رو الگوی زندگی خودشون میکنن و همین مسیر رو ادامه میدن. بله، یه عده میان میگن که نه، ما هرگز این بلاگرها الگوی ما نیستن. شاید الگوی تو نباشن، اما الگوی همسایه طبقه بالا و طبقه پایینت هم قطعا خواهند بود. وقتی که یه بلاگر تبلیغ نمیدونم فلان برند رو میکنه، تبلیغ فلان محصول رو میکنه و اون محصول بعد از یه مدتی میبینیم که نه، داره یه تکونی میخوره، پس نتیجتا این هستش که این بلاگرها مخاطب دارن. ما باید با این واقعیت کنار بیایم که بله، ما توی فرهنگی الان بزرگ شدیم که زندگی بلاگرها برای ما جذابیت داره. از اون طرف شرایط اقتصادی داخل ایران، شرایط اقتصادی مردم جوری هستش که الان هر کسی دست شوهرش رو گرفته و آورده تو فضای مجازی و گفته که چیکار بکنیم؟ بلاگر شیم. آقای داماد میزنه، خانم میرقصه، خانم میزنه، آقای میرقصه. از صبح شروع میکنن، از کاسه باشقاب اول شروع میکنن، از امکانات داخل خونه شروع میکنن و بعد از اون که یه مقداری دنبال کننده گرفتن، شروع میکنن داستانهای عارفانه و عاشقانه و نحوه‌های آشناییشون رو توی فضای مجازی نشون دادن. جوری داستانهای عاشقانه میگن که یعنی شیش رومئو و جولیت رو نمیدونم داستان لیلی و مجنون رو میزنه. وقتی این داستان عاشقانه‌شون میبینی، از روز اول آشنایی تا روز اول مالوندن، تا روز اولی که چجور توی سالن سینما بهشون دادن، تا چجور ادا تنگا رو در آورده، گفته نمیدم، بعد جوری داده که اون زن فلان اون اصلا نمیتونسته با این کیفیت بده، یعنی با کیفیت بالا داده. اینا فکتا از زمان صفویه، از زمان پهلوی، حالا میخوام شما بگم که زندگی بلاگرها متفاوته. یکی بچه‌شو میاره، یکی شوهرشو میاره، یکی زنشو میاره، یکی میزنه، یکی میرقصه، یکی لباس ست میکنه و کم کم پدیده بلاگری شکل گرفت. هم با زندگی‌های فیک، هم با زندگی‌های دروغ، زندگی‌های اجاری، زندگی‌های کرایه‌ای. ولی به خاطر اینکه ما آموزش درستی ندادیم، به خاطر اینکه جامعهمون فرهنگ خوبی نشه، باور کردیم زندگی اونا هم که داشتن از فقر و بدبختی و بیپولی و گشنگی میمردن، اومدن بلاگر شدن. اینا افتاد، فالوورش خوبه، دنبال کنندش خوبه، بذار تا میتونیم دروغ بگیم، بذار تا میتونیم شعاف بکنیم و خودمون آدم عاشقانه نشون بدیم که دنبال کننده بگیم. اما وقتی که به واقعیت زندگی این افراد شما پی ببرید، متوجه میشید که جز پوچی هیچی نیست. اصلا یکی از دلایلی که من چند سال پیش اومدم راجع به بلاگرها افشاگری کردم و حالا هم به درخواست شما دوستان که خیلی به من پیام دادید که آقا راجع به بلاگرها صحبت بکن، راجع به بلاگرها افشاگری بکن، پدیده به اسم افشاگری وجود نداره. من سعی میکنم که واقعیت این افراد رو به شما بگم، به خاطر اینکه این افراد دارن الگوی زندگی یه سری آدم‌های دیگه میشن. خب این الگوی زندگی شدن گاهی وقتا خوبه، گاهی وقتا بده.
اون جایی که شما بتونی چیزی یاد بگیری باعث بشه که زندگیت بهتر بشه، فضای زندگیت عارفانه و عاشقانه بشه، با اون کسی مشکلی نداره. اما یه جای دیگهش هست، شما زندگی این بلاگرها رو میبینی و زندگی این بلاگرها میاد تأثیر مستقیم میذاره تو زندگی خود و بعضا دچار طلاق و جدایی و اختلاف و دعوا و درگیری میشه. چطوری؟ الان بهتون میگم. مثلا فلان بلاگر برای اینکه شواف بکنه، عقده‌هاش رو نشون بده، میاد یه مراسم تولد خفن میگیره با قرض و قوله و قسط و بدهکاری و به تالار، میگه تبلیغت میکنم، به بند موسیقی میگه تبلیغت میکنم، به نمیدونم رستورانی میگه میام بهت میدم، به اون یکی میگه آقا میام نوکری پدرتو میکنم. خلاصه همه رو با تبلیغ و این چیزا جفت و جور میکنه، یه مراسم تولد میگیره، میذاره تو فضای مجازی ویدیو آنچنانی و خفن. طرف میبینه میگه طرف چقدر پول داره، نمیدونه که در پشت پرده چی بوده، که نمیدونه که آقا اون بند موسیقی اونا که همش با تبلیغ در اومده، پولی اینا ندادن، تازه بعضا پول هم گرفتن. من مثال‌های واقعیشو دارم که تو ویدیوهای بعدی و تو قسمت‌های بعدی بهتون نشون میدم. فلان تالا رو چجوری تیغیدن، فلان سالن عروسی رو چجوری تیغیدن، فلان کیک فروش هم اینا انقدر بی‌رحمن، لباس خلاصه از 0 تا 100 اینا پلن میکنن، بعد استوری میذارن، با استوری ممنون از شیرینی فروشی نمیدونم سکینه خانوم، ممنون از نمیدونم لباس فروشی داماد عباس نمیدونم چی، ممنون از باتری ساز ماشینمون که باتری ماشینمون تو رو خراب شد عباس باتری ساز. یعنی همه رو اینا میان تبلیغ میکنن و این میبرن جلو. خلاص امروز حالا میخوام راجع به یک شاین بلاگرها صحبت بکنم، ولی گفتم یه مقدمه بگم که دستتون بیاد. وقتی طرف زندگی این بلاگرها رو میبینه، حالا شوهر خودش چیکار است؟ یه کارمند شریفه توی اداری، معلمه، نمیدونم کارگره، داره کارگری میکنه، داره دست فروشی میکنه، یه شغلی داره، تو اسنپ کار میکنه. وقتی زندگی اون آدم رو توی اینترنت میبینه، دیگه بیکارن دیگه، میشن تو خونه اینا رو میبینه، به شوهر خودش میگه من همچین سالگرد ازدواجی میخوام، من یه همچین تولدی میخوام. حالا اون مرده نه پولشو داره نه امکاناتشو داره، چه اتفاقی میفته؟ یا مرده شرمنده میشه، یا مرده بعد بره دزدی بکنه، یا اختلاف بینشون شده، میگه که من دیگه تو رو نمیخوام، برو ببین شوهرای مردم کارشون به طلاق و جدایی میکشه. اما اونا نمیدونن که دقیقاً زندگی بلاگرها هم به همون پوچی و بنبستی رسیده. وقتی به همون پوچی و بنبستی رسیده، اومدن بلاگر شدن. نمونش این خانواده پانیز معروف هستن. این دختر بچه‌ای که اینجا میبینید پانیز بود که اول اومد با شیرینکاری تو فضای مجازی معروف شد، لباس ست کردن، نمیدونم شوهرش که مامان و باباش، اصلا به جور شوهرش داد، پانیز و امید، که شروع کردن عکس ست کردن و عکس‌ها رو نشون دادن تو فضای مجازی و حسابی خودشون رو عاشق نشون دادن و همه زندگی این خانواده رو الگو قرار دادن و چقدر اینا عاشقن و چقدر اینا، خلاص اینا هم هر روز به دنبال کننده هاشون اضافه میشد. 100,000 نفر، 200,000 نفر، 300,000 نفر، 400,000 نفر، 500,000 نفر، 1,000,000، 1,200,000، 1,600,000، همینجور رفت بالا تا رسید به 2-3 میلیون مخاطب و دنبال کننده و اینا رو الگوی زندگی خودشون که اینا هم دیر الهام حسینی که یه آدم بی‌ادب، بی‌تربیت و یه فضای دیگه. ببینید شما وقتی که اگه فرهنگ پایین اومده باشی، خب اگه فرهنگ در و داغون اومده باشی، خوبه که همراه با پولت فرهنگ و شعور و شخصیتت هم پیشرفت بکنه. ولی متاسفانه وقتی به پول زیادی میرسن، فیکشون میزنه بیرون. همین امید بابای پانیز و شوهر الهام حسینی یه آدمی بود که کارگر بود، کار میکرد، حالا یه مغازه کوچولویی هم بعدش تونسته برای خودش دست و پا بکنه و قاب موبایل این چیزا میفروخت. اما به ناگاه وقتی به یه ثروتی رسیدن، وقتی به یک جایگاهی رسیدن، وقتی به یک موفقیت و معروفیتی رسیدن، دیگه خودشونو گم کردن. پولای یا مفتی که از تبلیغات به دست می آوردن. الان ما پزشکش تو مملکت داره مای 100 میلیون 150 میلیون در میاره، بلاگرش داره مای 200 میلیون مای 500 میلیون در میاره. پس طبیعتاً پزشکی یا اون آدمی که درس خونده و زحمت کشیده میگه ای بابا اینا حتی دارن فرهنگو توی جامعه اشتباه تزریق میکنن، یعنی اینا میتونن حتی زندگی پزشکا رو هم به هم بریزن. خلاصه روند رفت جلو. این افراد با داستانهای ساختگی و با نمیدونم مراسم‌های ازدواج و نمیدونم چیزای مختلف سعی کردن که فضا رو به سمتی ببرن که تونستن آدم‌های خوشبختی خودشون نشون. اما
دیر نپایید که فیک این افرادم بیرون زد. همین الهام حسینی که من چند سال پیش راجبش افشاگری کردم اومد یه ویدیو داد گفت آره اینا چرت و پرت و شرت و پرت و فلان، و من گفتم آقا اینا به زودی زندگیشون رو به طلاق میره. میدونستم، چون شما گاهی وقتا پول بیش از حد خب باعث میشه که شما چهره واقعی خودتو نشون بدی. اگه شما توی خانواده پولدار بزرگ میشدی خیلی راحت تر میتونستی اگه از یه لولی بری یه لول بالاتر خودتو کنترل بکنی. ولی شما اگه مرحله بدبختی و بیچارگی رو تا مرحله پولداری رو یهو مثلا تو عرض 6 ماه لول اپ بکنی، خب فیکت میزنه بیرون، اصلا آدم خودتو گم میکنی، دوستاتو از دست میدی، شخصیتت عوض میشه. اینا جزء همون آدمایی بودن که شخصیتشون عوض شد. مثل خیلی از بلاگرانی طرف پیجش 10K میشه 20K شخصیتش عوض میشه. داشتیم نمونه هاشو، بعداً توی ویدیوی بعدی به شما خواهم. خلاصه اینا با این روند رفتن جلو تا کارشون رسید به طلاق و جدایی. یعنی همین بلاگرهایی که شما الگو قرار دادید، همین خانواده‌ای که الگو بودن، الان از هم دیگه جدا شدن. زنه که انقدر به پول رسیده که کلا الان دیگه زده تو کار پسربازی و فیلش داده اندستون کرده. اون موقع پول نداشته، پسرای زیادی بهش پا نمیدادن، قیافش هم خوب نبوده دیگه، اومد کوبید ساخت. راجع به کوبیدن و ساختن این بلاگرها هم بعدن ویدیوی خواهم ساخت. و جالبه دیگه، مثلا طرف قیافشه که میکوبه میسابه عوض میکنه، لحنش هم عوض میشه. تا دیروز اینجا داری خوبه چه میکنه، بعد الان که میکوبه دماغ عمل میکنه میگه سلام عزیزم چطوری، خوبی، چه خبر. لهجهش هم انگار عمل میشه. البته خب خوبه دیگه، چون اعتماد به نفسشون میره بالاتر، لحنشون عوض میشه. اما این خانم الهام حسینی که مامان پانیس هستش دیگه دید محتویات بچه‌ش هم دیگه جذاب نیست. یه مدتی ویدیو از بچه‌ش میذاشت، از شیرینکاری‌های بچه‌ش، حرفای قلمبه سلمبه میزد. کودک کار بود بچه‌ش به نوعی، و بچه‌شو کرده بود ابزار و وسیله‌ای برای اینکه بتونه کسب درآمد بکنه. مردم هم براشون جالب بود. ببین بچه‌ش چه شیرینکاری کرد، ببین بچه‌ش چه حرف قلمبه سلمبه زد. و حسابی سعی کرد که از بچه‌ش استفاده بکنه. کنار استفاده کردن بچه‌ش خودش اومد پیج زد و گفت من مامانشم، بیاد منم فالو بکنید، من متنا رو میذارم، من کار رو انجام میدم. خلاصه برای خودش حاشیه درست کرد و دیگه نگاهش به زندگی عوض شد و به شوهرش گفت پاشو گم شو برو تو زندگی بیرون، من میخوام برم پسربازیمو بکنم. و اون مرد رو از زندگیش کرد بیرون، تا اینکه تصمیم گرفت فضا رو یه مقداری عوض‌تر بکنه و زد تو کار خواننده ها و فوتبالیستا و افراد مختلف. مثلا میثم ابراهیمی کسی بود که باهاش رفت توی رابطه. میثم ابراهیمی که همه میدونن باباش راننده وزیر اطلاعات بود و ارتباطات زیادی داشت و یکی از کسای پرنفوذیه که واسه خواننده ها مجوز میگیره، بخواد زیرا بین اونو میزنه، نخواد نمیزنه. خودش هم که اصلا وضعیتش مشخص از اینایی هستش که با دخترها میره وارد رابطه میشه، بعد فلنگو میبنده میره. و کلی پیام و دایرکت دارم از آدمای مختلفی که این میثم داستان ما باشون بوده. ولی درست زمانی که پانیز جدا نشده بوده و هنوز شوهر داشته، بلند میشه میره با پانیز توی رابطه. حتی استوری‌های مشترک هم میذارن با هم دیگه و پانیز رو دعوت میکنه ردیف 1 رو نمیدونم استوری میکنه و نمیدونم یکی ازش میپرسه که نخ بده ببینیم اول اسم رلت چیه، نمیدونم حالا به بعدی هم میرسیم، میگه ام و از این صحبت ها. خلاصه یه مدت هم با میثم میمونه و حسابی ازش پول میکنه و میگه آقا باید بهم پول بدی و اینا. میثم رو دوباره میندازه بیرون، میره با این آقا سجاد داستان ما که راجع به این آدم صحبت خواهم کرد. یه دونه ماشین فروش توی منطقه سعادت آباد که البته بچه 4 دانگه بوده، الان اومده تو سعادت آباد و یه دونه ماشین فروشی زد و با یه سری از فوتبالیستا و مدیر عامل خیبر خرم‌آباد افراد دیگه هم تو رابطه بود و کار ماشین و کارهای مختلف انجام میده. یه دونه دوست دخترم داشته به اسم عسل، حالا کنار اون عسل خدا میدونه کیای دیگه هم داشته، حالا بعداً راجعش صحبت می‌کنیم، که به عسل هم خیانت میکنه و میاد پانیز رو بلند میکنه. اینم پانیز که توی ماشین این سجاده و اگه به این تصویر نگاه بکنید، این تصویر داخل ماشین رو نشون میده و اینکه یه دونه استوری هم گذاشته، گفته که فارغ از هر چیزی که ناراحتم میکنه از بابت تو خوشحالم، که قشنگ مشخصه که این پسر بلندش کرده و گفته آقا بریم حالا یه دوری بزنیم و شاید هم بعدش حرکت‌های دیگه ای زدیم و میره جلو. بعد از اون حالا
عکسای دیگه ای هم داره اینا. بعد از اون این پانیزه که این رفتارا رو میکنه، سیستم و حکومت میزان تاثیرگذاری بلاگرها رو میبینه، شروع میکنه یکی پس از دیگری پیجای این افراد ازشون گرفتن و میگه که ببین پیجاتون ازتون میگیرم، میاد اینجا تعهد میدید، پسورد پیجتون هم میدید، هر کاری که ما گفتیم میکنید، قشنگ نطقشون هم میکشه، ممنوع خروجشون هم میکنه، میگه حقم ندارید برید. میگه آقا شما اصطلاحا باید بشید بلاگرای حکومتی، هر کاری که ما میگیم بکنید وگرنه پیجتون رو میبندیم، از پسربازیتون و دختربازیتون و همه چیتون میفته. اینا میگن آقا ما نوکر پدرت هم هستیم، پیج ما چیکار بکنیم؟ ما همون کارو میکنیم. یا آقا زمانهای مختلف مثل تو زمان انتخابات، مثل تو زمانهای حساس، به زبان خودتون خیلی غیر مستقیم اهداف و سیاست‌های حکومت رو برای ما وایرال بکنید به زبان خودتون و اصلا هم مردم متوجه نشن. خیلی ریز نرم از بغل هم اشاره بکن، به حال اونا متفق فکر دارن. نمونهش میشه مثلا این سبک استوری، طرف میاد میگه که انتخابات نزدیک شده، تو سر شهر دارن پخش میکنن رأی ما که اعلام حسینی تا ابد، به خدا بیشترین رأی ما می آوردید. جوابش اینه 11 اسفند انتخاباته. یعنی چی؟ یعنی میاد به مردم میگه ببینید 11 انتخابات ها. الان به مردم میگفتی تاریخ انتخابات که نمیدونستن، اما به صورت غیر مستقیم به زبان خودش سیاست‌ها و افکار حکومت رو بهشون میگه. اصلا چه تو دلیلی داره تو بخوای تاریخ انتخابات رو بگی؟ بعد میگفت زودتر میگفتید که کاندیدا میشدن میرفتن مجلس دور هم دیگه اشغال میکردیم، حیف شد. ببین غیر مستقیم با زبان تست که کسی هم شک نکنه میاد اهداف و سیاست‌های اون حکومت رو وایرال میکنه. دوستان میگه که اوکی قربونت برم، تو کاراتو بکن، ما از اون طرف میایم و هواتو داریم. یه دونه کلینیک هم زد قربونش برم، تو ایران 4 تا دستگاه لیزر میذارن، 2 تا دستگاه تتو میذارن، 4 تا نمیدونم کار جوانسازی و آبرسانی پوست هم میذارن، میگن کلینیک زیبایی زدیم. بابا به قرآن قبلا کلینیک حرمت داشت، اسم کلینیک رو هم میکشن. اومد یه کلینیک زد با یه دونه افتتاحی با آب و تاب و اومد همین بازیگرا و فوتبالیستا و هر کسی که حالا باهاشون بود و تبلیغشون کرده بود و چیزهای مختلف و همین فضای مجازی هم گندشون کرده و دعوت کرده بود. اما از اون طرف امید شوهر سابقش زیرابشو زد، رفت گفت این نمیدونم کار نمیدونم غیر قانونی در انجام میده، کار بی‌اجازه میکنم. کلینیکو هم تعطیل کردن، گفتن آقا برو دنبال بازی. حالا به اون امیدم به حال همینجوری شل نشسته بوده دیگه، اونم به اندازه این ارتباطات خاص خودش رو داشته و به اینم گفته آقا فعلا برو دنبال بازی تا من فکر کنم ببینم داره چه کاری انجام میده. میخوام تهش بگم به شما این اعلام حسینی که میاد از این اتفاق میرسه به این اتفاق، خب خیلی های دیگه هم بودن، اون سی هم بوده با مهدی اویسی و کسای دیگه، حالا جلوتر به همشون میرسیم، تو قسمت بعدی همشون رو بررسی خواهیم کرد. اگر شما سوژه ای هم داشتید میتونید برای من توی تلگرام هم بفرستید. الان اینجا آدرس اینستاگرام من زده امین فردین، دقیقاً به همین آیدی تلگرام منه. توی اینستاگرام من چند تا پیج دارم، حالا یکیش همین امین فردینه، به امین فردین حالا یه بار دیگه هم بیارمش، اسکرین شات بگیرید. همین آیدی تلگرام هم میتونید راجبه شما خیلیاتون نزدیک این افراد هستید، نمیدونم فامیلشونید و خیلی از این بلاگرا رو میشناسید، میتونید به من اطلاعاتشون رو بدید و ما حتما استفاده خواهیم کرد. نتیجه گیری اینه، این بلاگرا رو وقتی شما الگوی خودتون میکنید و فکر میکنید که اینا زندگی عارفانه و عاشقانه دارن، نه، سخت در اشتباهید. اینها آدم‌هایی هستن که کمبود دارن و اگر با دیده شدن شما به پول و ثروت برسن، هم کمبوداشون رو جدا میکنن، هم یه دونه میزنن در کون شوهره میگن آقا برو دنبال زندگیت، یه دونه میزنن در کون زنه میگن آقا برو دنبال زندگیت، من میخوام کار خودمو بکنم. پس اینا نمیتونن الگوی خوبی برای زندگی شما باشن، چون اینا زندگی‌های فیکی دارن. حالا تو ویدیوهای بعدی به شما نشون خواهم داد ماشین از کجا کرایه میکنن، نمیدونم گلشون از کجا کرایه میکنن. دیگه لامصب گل چیه 500,000 تومان 1 میلیون تومان، شما که این پولای دیگه گل رو حداقل بخرید، کرایه کردن داره. یا مثلا یه دقیقه میگیرم ویدیو رو میذارم، اینا خوبه، این بلاگرایی که خارج از کشور اینا که لول اپ کردن از سمت اینا. اینجا شما برید یه دونه لباس میخرید از برندهای مختلف، هر لباسی که باشه شما میتونید اون لباس رو بپوشید و بعد از یه هفته 2 هفته نمیدونم بعضیشون 1 ماه بعضیشون 2 ماه میتونید برید پس بدید. میان ویدیوشون رو میگیرن با اون لباسه، عکس و استوریشون رو میگیرن با اون لباسه، بعد میرن ویدیو با اون کارشون انجام میدن، میان لباسا رو پس میدن که بعضن اون فروشگاه پس نمیگیرن بهشون از این، حالا تو آلمان بهش میگن گوتشاین یا بهشون چی میگن، بون میگن، کوپن میگن، یا همچین چیزی بهشون میدن، میگن اجازه دارن یه جنس دیگه بخرن، یا یه لباس دیگه میخرن، دوباره اون رو پس میدن میرن یه چیز دیگه میخرن. یعنی تا 10 بار اینو انجام میدن، اونم قانون نمیتونه بگه نه.
ولی داستان این افراد شده همین زندگی‌های فیکی که دارن. حتما تو ویدیوهای بعدی راجع بقیه‌شون هم صحبت خواهیم کرد. اگر بلاگری مد نظر شماست که دوست دارید ما راجعشون افشاگری بکنیم، راجعشون صحبت بکنیم، ببینید که اصل زندگی این افراد چی هستش، حتما این زیر کامنت کنید. ویدیو رو برای دوستان خودتون، برای کسایی که این افراد و الگوی زندگی خودشون میدونن بفرستید که این افراد رو الگو ندونن. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، چون ویدیوهای بعدی راجع به این افراد بیشتر صحبت خواهیم کرد. بیشتر صحبت خواهیم کرد. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.